سلام به عشقای خودم، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. نیوتن هستم و با یک ویدیو جدید و جذاب اومدیم که اصلا موضوع ویدیو چی؟ موضوع ویدیو از این قراره که مدتی که نبودم چه اتفاقاتی اصلا چی شده، قراره وضعیت به کجا پیش بره و اینکه بریم داشته باشیم. فعلا قبل از که بریم سراغ ویدیو، لایک ویدیو رو فراموش نکنید، سابسکرایب زنگوله حتما بزنید و هر ویدیو که دوست داشتین داخل کامنت اعلام کنید. بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب ویدیو از این قراره که آقا چی شد؟ هیچ جنگ شد. بعد از اون اعتراضات 18 و 19 دی شد، اصلا یه چیزی شد که نباید میشد. جنگ شد، نمیدونم فلان شد، ال شد، بل شد. 80 روز رسما 3-4 ماه قطعی اینترنت. ما با کافینگ های گرون قیمت و زیر درکون گذاشتن تحمل کردیم. رو خونه باباشو داشتیم میداد پول کافینگ، ولی خدا رو شکر که تونستیم سپری کردیم و اینکه الان در دست داریم خدا رو شکر هم وصلیم. البته با وضعیت اینترنت بسیار عالی که دست در اختیار ما گذاشتن، خیلی عالیه، خیلی عالیه، خیلی عالیه. والا ما تو جنگ هم که هر بار که بس میشد، هر بار که میومدیم تو یوتیوب یه حالی از شما میپرسیدیم، گفتیم کیا هستن کیا هستن. تلگراممون که ما 2 تا فعالیت کردیم، در چیز فعالیت کنیم و بند شیم از اون تو یوتیوب. ما فقط تو یوتیوب ویدیو نگاه کردیم. داشتیم تله پوتک رو می‌دیدیم، میرفتیم لایو گرکسر رو می‌دیدیم، بعد از اون یه مش دریوری چرت و پرت می‌دیدیم، ایکس میچرخیدیم. اینستا که اصلا یه ببین اینستا خداوکیلی خیلی فضای تاریکی داشت. اینستا هیچکی نبود، یه فضای دارک و تازه خلوتی داشت، اصلا خیلی عجیب تازه بود، خیلی دارک و تازه و خلوت. یعنی تازه یعنی چی؟ منظورم تازه یعنی اینکه آقا منظورم از این تازه اینه که تا حالا همچین شرایطی واقعا ندیدم اینستا رو، مثلا خیلی دارک باشه، بدون هیچ کس باشه، یعنی بی هیچ، بدونی کسی نیست. خیلی تعداد کم بود. تو بعد ارزشی دور و بر خودمو دیدم و یه چند تا آدمو شناختیم، هیچ. و از این که مردم از بدبختیشون پول در میآوردن خیلی بی‌ناموسیه قشنگ. طرف از مشکلات مردم، از یه حق اصلی مردم در شدنشون پول در میآوردن. نمونهش همین بغل ویدیو داریم میبینیم یه چنل داخل روبیکا، فن پیج روبیکا، فن پیج نیما تکیدو، این میزد که آقا اینترنت ها وصل شده، اگه خبر ندارین، اگه با شما وصل نشدین میدم برین سایت ملی گلد و کد بگیرین، گوشی بشنوین، اظهار هویت بکنین. چی من یه بار رفتم ببینم آقا شاید واقعی باشه، پول کانفیگ دادم، من خواستم اینو شاید واقعی باشه، اصلا اینا چیه. رفتم آقا اظهار هویت کردم، هیچی من نرسید. فهمیدم که آقا کد دعوتشو زده که به خودش پول برسونه، در اصل هیچی، همه اینا دروغ بود. یعنی در اصل یارو داشت میچاپید مردم. نمیدونم اینترنت ملی وصل شده، نمیدونم پزشکیان عزیز تو ایدیه نوشته بود ایدی ما در سایت ملی گلد اومد، برین اینترنت رایگان بردارین و نمیدونم فلان کارو کنید. خب این حق مردمه، چرا مسخره میکنی؟ همزاده چرا دلیلی داری پول در میاری؟ او پول داری در میاری؟ نه دیگه بازی با نه غالب ناجوزه بازی با کیه خواهی با داغ بازی هم بازی. بله این بود وضعیت تو این جنگای اخیر. از اون که مثلا نفهمیدی امتحانا چی شد. امتحانا رو حقیقتا امتحان نهایی رو که برگزار کردن، امتحان نهایی قراره امتحان نهایی دانشجوها امتحان نهاییش برگزار شد، اما که اصلا امتحان ندادیم. ما هیچ امتحانی در طول سال تحصیلی ندادیم. گفتش که آموزش پرورش گفتش که هر چی که از طول سال تا الان برداشت جمع آوری کردین، مثلا تا طول سال کار کردین، همون میشه نمره چیزتون، نمره
خرداد ماهتون که مثلا ما کلا رو هفته 4 ماه رفتیم. مهر، آبان، آذر دیگه اصلا نرفتیم. بهمن هم نصفه رفتیم، تا الان 4 ماه فعلا رفتیم. بهمن نصفه رفتیم. اسفند که کلا نرفتیم، یا کلا ما رو هفته 4 ماه بیشتر مدرسه نرفتیم. از دی به بعد دیگه مدرسه بسته بوده. مهر، آبان، آذر، مهر، آبان، آذر، بهمن هم اگه بخوایم حساب کنیم به علاوه مثلا بهمن از 12 بهمن ما رفتیم مدرسه، 12 13 14 بخوایم با 6 روزی هم که رفتیم مدرسه، 6 تا 6 اسفند رفتیم مدرسه، اگه بخوایم اونم حساب کنیم نهایتا بخوایم بهمن اسفند رو هم حساب کنیم میشه 4 ماه. یعنی رو هم رفته ما کلا 4 ماه بیشتر مدرسه نرفتیم. این بوده از این. ما قراره دوستان فعالیتمون رو ادامه بدیم، یعنی قراره شروع کنیم فعالیتمون رو. من پستم گذاشتم داخل اینستام، دوستان اینستامون بسته شده، داخل دیسکریپشن میذارم. فعلا من پیج رو نمیتونم بزنم چون خود اینستا بنده رو به عنوان یک بات شناسایی کرده و بسته پیجمو. این 3 4 پیجی که بسته و بخاطر همین دوست ما اینستا فعلا نداریم. بعد من داخل داخل ایکس، یه صفحه ایکسمون نداریم، این ایکس، این صفحه تلگراممونه، اگه دوست داشتین دنبال کنید. حقیقتا بنده گذاشتم پست که آقا دوستان قضیه چی بوده چی شده اینا، گفتم که اصلا قرار اینجور بشه ولی من فعالیت میکنم. قرار فعالیت سیاسی بکنم در اعتراضات دی در طول دی ماه قبل جنگ که نشد متاسفانه. قرار بود که مثلا تحلیل سیاسی بکنه ولی دیدم که اصلا ما سیاست نمیاد. من اون نظرم این بود که آقا جنگم که شده، بعد جنگم که سلام آتش بس و فلان و این کوفت در ما اینا، به جای اینکه تحلیل سیاسی کنم بتونم بخندونم تو خنده بیارم که از این حال و هوای وضعیت خیلی ماتی که جنگ بیرون بیاین و یه جورایی شایدم من بنده حقیر بتونم شما رو خوشحال کنم، چون کاری که واقعا دوست دارم، هموطنم، هم میهنم، خوشحال باشیم. نمیخوام همش زندگی، با اینکه زندگی کلن زندگی همه شده استرس، دغدغه اجاره خونه، دغدغه خونه، زندگی، ماشین، مالی، کوفت، فلان، زهرمار، دیدم ایجاد که ایواز میشه که حقوقا رو میریزن، چجوری من برنج بخرم، کلی از این طور چیزایی که همه ما استرس شده، همه پدر مادرای ما، حتی خودمون بزرگات ما که بزرگ نیستیم، بزرگای چنل، مثلا پدر مادرای چنل، جوونای چنل که مثلا زوجن، اینا متوجه میشن. ما که هنوز بچه چنل همسن ساله خودم 15 16 ساله به پایین، دغدغه ما فقط اینه که یه اینترنت وصل شه، امتحاناتمون رو اوکی بدیم، معلم چیزمون نکنه، از اون ور پدر مادرمون خوشحال باشن. واقعا این دغدغه اصلیمونه که هم خودمون خوشحال باشیم، هم خانواده‌مون اینترنت هم ملی نشه. این دغدغه من نیست، واقعا دغدغه من اینه که همه باید همه چی داشته باشیم. یعنی چی همه چی داشته باشیم؟ یعنی اینکه آقا همه ما باید دغدغه‌مون رو بذاریم برای چیزای مهمتر، آیندهمون. مهمترین چیز جوونای ما الان آینده است که خیلی هم یه آینده نداره. تا معلم عربیمون امروز داشت امتحاناتمون میگرفت، بچه‌ها امتحان قرار نظمون نگرفتن، پرسش داشتیم، گفتش که چیز پوزیشن تمام شد، انگار حلالیت بتلیم و فلان اینا. دمت هم گرم استاد طرفه عزیز. بله همین دیگه، چیزی نیست واقعا. ما قراره که داشتم میگفتم قراره ویدیو رو سبک خندوندن بتونیم خب شما رو بخندونیم، قراره اینجوری پیش بریم ببینیم که اگه میشه، یعنی که قطعا امیدوارم بتونم که شما رو بخندونم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو همراه من بودین. تا یک ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. امیدوارم این ویدیو با ادیت آقا بهنام عزیز کپی رایت نخوره، چون تا الان 3 تا ویدیو آپلود کردیم، هر 3 تا ویدیو کپی رایت خورده. استوریای داخل چنل تلگرام من دنبال کنید، چون هر 3 تا ویدیویی که کپی رایت خورده در یوتیوب همون فشار چیست. تا یک ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.